امروز یه تویوتا جمع و جور کم خرج رو تست میکنم. کم چیزای جالبی داره، هم چیزای بیسیک زیادی داره. از اون ماشینایی که از رو ظاهرش نمیشه قضاوت کرد دربارش. بریم ببینیم ماشین خوبیه یا نه. خب ماشین یه SUV کراس اوور نیست و کوچولوه، ولی برای یه نفر و دو نفر به نظرم جای کافی داره. من نمیدونستم که توی کشورهای دیگه ورژن 2 دیفرانسیله این ماشین هم دارن. نمیدونم چند اسب بخوره. این که 140 اسب بخوره، 144 اسب بخوره، ولی فقط دیفرانسیل جلوه. برای همینم کراس اوور نمیتونه باشه. به نظرم ماشین خوشگلی هم نیست، مخصوصا از جلو، ولی عجیب و خاصه. عجیب به معنای منفیش نه، یه انگار سر به سر نرمال میخواستن بذارن، ولی خب باز یعنی داخلش اونقدی فرق نداره با اون چیزی که آدما به عنوان نرمال بهش عادت دارن. اون مخاطبی که برای اون بازار هدفی که کمپانی براش ماشینو آپشناشو بالا پایین میکنه یا اینکه قدرت موتورشو تنظیم میکنه، به عنوان یه آدمی که میره آفیس، میره کار میکنه، میره مغازه، برمیگرده، میره شرکت، ممکن آخر هفته بره شهر بغلی، ولی ماشینی نیست که بخواد توی با 144 اسب کار خاصی بخواد بکنه، یا اینکه با دیفرانسیل جلو بخواد توی برف و یخبندون مثلا راه باز کنه بره. نه، اینجوری نیست، ولی کاربرد خودشو داره. تیز و بز نسبتاً، اونقدری فرمون پذیری تو سرعت بالا نداره، ولی کلا ماشینی که چون سرعت خیلی بالایی هم نمیشه، یعنی شتاب زیادی نداره خیلی، ولی سرعت خیلی بالا هم فکر نمی‌کنم کسی با این ماشین بخواد بره. اینکه توی این قیمت کیفیت این ماشین، کیفیت داخلش، قطعات داخلش اینقدر معقوله، باعث خوشحالیه. فکر کنم 2020 بود که اومده بود، من چک می‌کردم، با همه آپشناش رو هم دیگه $30,000 نمیشد. ولی قبل از مالیات ماشینی که تقریبا میشه گفت ارزون ترین ماشینیه که سدان یا 4 در نیست، ماشین اسپورت هم که اصلا نیست. تمایل بازار خیلی به ماشینای شاسی بلنده. حالا این یه مینی شاسی بلنده دیگه عملا. میگم کراس اوور نمیتونه باشه، چون از نظر من کراس اوور ماشینیه که باید 2 دیفرانسیله باشه. کیفیت ها و اون تیز و بزی و نمیدونم آپشنای خاص و کیفیت خیلی خوبی هم که بخواد متمایزش بکنه نداره. این ماشین خیلی نرمال دیگه. یه بار با یکی از دوستام در مورد این ماشین صحبت می‌کردیم، گفتم به نظر من این کورولای شاسی بلنداست. یعنی کرولا هیچ وقت ماشین فوق‌العاده‌ای نبوده، ولی ماشینیه که قابل اعتماده. حالا این ماشین خیلی من توی ترمزای شدید و اینا تستش نکردم، ولی اونقدر با ثبات و قابل اطمینان به اندازه کرولا مثلا نیست. اون حس امنیتش یه لول دیگه‌ایه، توی یه لول دیگه‌ای باید حس امنیت بده و خب به نظر من اون در اون حد نیست، ولی قابل قبوله. 7 از 10. من مجموعاً فکر می‌کنم این ماشین امن، دید خیلی خوبی داره. نکته خیلی مثبتش اینه که شیشه جلوش مخصوصا خیلی دید وایدی داره. به عنوان یه ماشینی که توی شهر قرار رانندگی بکنید باهاش، توی پارک دوبل و توی پیچ جاده و سر چهارراه و مثلا همینجا که الان من هستم، خیلی این شیشه جلوی بزرگ وایدش به درد میخوره و خیلی قد بلندی هم داره شیشهش. من خیلی به نظرم خیلی مثبت اومد. مصرفش هم نسبتا پایینه، با اینکه 4 سیلندر غیر هایبریده، توربو هم نیست، هایبرید هم نیست، یه 4 سیلندر فلت معمولیه. سیستم کروزش هم که مثل همه تویوتا ها و اکثر لکسوس ها روی همین دگمه زیر فرمونشه. من نگاه میکردم توی بازار خرابی که مختص این ماشین باشه و نقطه ضعف مینتیننسش باشه ندیدم، پیدا نکردم. یعنی من ندیدم کسی خیلی در مورد این ماشین گفته باشه که این ماشین مثلا یکی از قطعاتش یا یک مشکلی داره که تقریبا چند 10,000 نفر بهش برخورد کردن در موردش. خیلی به نظر نمیاد که های مینتیننس باشه و این خیلی خوبه. تو همه چی بیسیکشو داره، ولی اذیتت هم نمیکنه و خرجم نداره، قدرتی هم نداره، شتابی هم نداره، ABB دیگه. ولی خب این که خرج نداره، خیلی به درد سرت نمیندازه، نقطه خیلی مثبتیه واسه آدمی که کاربرد مشخصه از خونه تا دفتر
آفیس رفتن، نمیدونم مغازه رفتن، خرید رفتن، اون چیزا. به نظرم ماشینی که خیلی خوبه برای یه نفر، یعنی کسی که تازه درسش تموم شده شروع کرده به کار، مثلا داره میره یه ایالت دیگه زندگی بکنه، میتونه بند و بساط یه نفرش رو از توی دانشگاه جمع کنه بذاره توی این ماشین، به هر ایالتی بخواد بره و کروز کنه و مصرفش هم کم باشه و امن و راحت بره برسه. ماشینایی که برای یه نفر خیلی خوبن و دو در نیستن، برای دو نفر خالی هم خوبن، با هم زندگی میکنن و با هم دیگه خرید میرن، با هم دیگه جایی میرن. ماشین دو نفر هم هست و دیگه ماشین سه نفر فکر نمی‌کنم بتونه باشه، برای اینکه صندوق عقب پشت صندلی‌های پشت راننده است و کمک راننده و نمیشه دیگه 3-4 تا چمدون بزرگ داشت، نمیدونم یه دونه کار سیت برای بچه داشت، خیلی سخت میشه. اون موقع دیگه آدم باید بره سراغ SUV های بزرگتر یا یه کراس اووری که توی یه لول دیگه باشه. من فکر نمی‌کنم مزیتی کرولا نسبت به این ماشین داشته باشه. حالا به نسبت اینکه آدم چه استفاده ای از این ماشین میخواد بکنه، ممکنه که پسندش این ماشین باشه یا کرولا باشه. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تا ماشین بعدی که احتمالا ماشین بهتری خواهد بود، خدا نگهدار.